ریزیرو دنیایی با بی‌نهایت امکان برای وقوع رخدادهای غیر مترقب است. این امکانها و مسیرهای مختلف رو چالش آرمانهای سوبارو مشخص میکنن. در طول مسیر سفرش توی این دنیا، سوبارو بارها در موقعیت‌هایی قرار میگیره که مجبور بین گناه و تقوا یکی رو انتخاب کنه. خوشبختانه با روحیه تسلیم ناپذیرش، سوبارو هر بار موفق شده تصمیم درست رو بگیره و با قدم گذاشتن در مسیر تقوا به شخصیت بهتری تبدیل بشه. اما هر سال تولد سوبارو، نویسنده داستان تاپی ناگاتسوکی یه داستان مجزا می‌نویسه و توش دنیایی رو به تصویر میکشه که سوبارو تصمیم درست رو نگرفته. این داستان تسوگیهاگه یا همون اگر شکم پرستیه. این داستان بهمون نشون میده چی میشد اگر ناتسوکی سوبارو به جای اعتدال و خودداری راه شکم پرستی و غرق شدن در افراط رو پیش میگرفت. اما کاملا نمیشه این رو گفت، چون این داستان در مورد ناتسوکی سوبارو نیست، بلکه داستان ناتسوکی سوباروه. اما قبل از اینکه شروع کنیم، بریم ببینیم کجای خط داستانی این دوگانگی توی مسیر ایجاد میشه. این تیکه اسپویل‌های سنگین و عمیقی در مورد آرک 6 داستان داره. پیشنهاد میکنم در بهترین حالت ویدیو رو ببندی و آرک 6 رو بخونی، چرا که یکی از بهترین آثار نوشته شده‌ای که به شخص توی عمرم خوندم و هیچ اسپویل یا ویدیو یا روایتی نمیتونه تجربه اصیل بودن در اون فضا رو برات ایجاد کنه و اسپویل شدنش فقط ممکنه مزه‌اش رو بپرونه. اما اگر نمیخوای این کارو بکنی، همچنان پیشنهاد میکنم که این تیکه ویدیو رو رد کنی و به اول شروع داستان بری. زمانش رو روی صفحه میذارم و توی زمان بندی میتونی ببینیش. میتونی الان این تیکه رو رد کنی، داستان رو تماشا کنی. اگر به نظرت چیزی بود که برات مبهم بود یا حس کردی اطلاعات پیش نیاز این داستان اسپویل خاصی به حساب نمیان، برگردی و تیکه اسپویل رو ببینی. ولی در نهایت میدونم که مقابل این تصمیم در طمع دونستن همه چیز غرق شدی و نمیتونی از بلعیدن کوچکترین نکته هم در مورد این داستان بگذری. بعد از وقایع آرک 5 و فصل 3 انیمه، توی شهر آبی پریستلا اتفاقات ناگواری میفته. روحی که آناستازیا پیدا کرده بهشون پیشنهاد میده که برای کمک به رم و شاید درمان نفرین سوبارو و کروش و تمام مردم تغییر داده شده شهر به برج پلیدس یا همون 7 خوشه پروین برن، چون اونجا یک سیج یا همون حکیم هست که میتونه بهشون کمک کنه. کمپ امیلیا و کمپ آناستازیا راهی برج میشن و بعد از گذر از 7 خانی طولانی و دردسرهای بسیار و تلفاتی عظیم بهش میرسن. یکی از طبقات این برج که بعد از چالش‌های زیادی بهش میرسن، کتابخونه تیگتاست که توش پر از کتاب مردگان. هر شخصی که میمیره روحش به اینجا میاد، اطلاعاتش در کتابی ذخیره میشه و روح پاکسازی شدهش برای تناسخ به چرخه زندگی برمیگرده. سوبارو توی این برج به دلایل حافظش را از دست میده و به نسخه روز اولیه خودش برمیگرده. دوباره تمام سختی‌های بازگشت به وسیله مرگ رو تجربه میکنه و سعی میکنه در موردش به بقیه بگه، اما بی‌دلیل کشته میشه. توی خط داستانی اصلی، بعد از اینکه یعنی ناتسوکی سوبارو از بازگشت به وسیله مرگ باخبر میشه، عقلش رو از دست میده. اون به سادگی نمیتونه زجری که فقط و فقط ناتسوکی سوبارو از پس تحمل کردنش برمیاد رو هضم کنه. اون دچار بحران هویتی سنگینی میشه وقتی میبینه اطرافیانش چطور از دستاوردهای سوبارو تعریف میکنن و نظر والایی در موردش دارن. فکر میکنه بی مصرفه. از خودش ناامید میشه که چرا ناتسوکی سوبارو یه بزرگ نیست. اون به هیچ وجه نمیتونه وضعیتی که توش گیر افتاده، انتظارات بقیه و مسئولیت سنگین روی دوشش رو تحمل کنه. در نهایت اما بعد از پناه بردن به کتابخونه و دیدن کتاب‌هایی که نه به زبون اون دنیا بلکه به زبون ژاپنی روش ناتسوکی سوبارو هک شده و خوندنشون، ناتسوکی سوبارو به درگیری ذهنی شدیدی فرو میره و بعد از غیبتی طولانی و استرس در طول کل این آرک داستانی، ناتسوکی سوبارو به شکل هیجان انگیز، هایپ و خفنی برمیگرده. ناتسوکی سوبارو رو توی بازی ذهنی خودش شکست میده، کنترل بدنش رو پس میگیره و همه رو از برج و وضعیتی که بهش دچار هستن نجات میده. توی تسوگیهاگه این اتفاق نمیفته. وقتی که قتل تبدیل به عادت میشه، ناتسوکی سوبارو درون پوسته تو خالی که از سوبارو مونده به یک نتیجه میرسه. تنها یک راه برای تبدیل شدن دوباره به ناتسوکی سوبارو وجود داره. تکه تکه به شکل دادنش ادامه میداد. تکه تکه به قالب دادن شکلش ادامه میداد. تکه تکه به پر کردن رنگ ها ادامه میداد. تکه تکه وصله میزد و به تکمیل کردن خودش نزدیکتر میشد. تکه تکه وصله میزد. تکه تکه خودش رو وصله میزد، اما با این وجود همینطور که به چسبوندن خودش ادامه میداد همچنان ناکامل و ناقص بود. هی، اسم منو میدونی؟ نفس دختر کوچک آمیو سیرز در مقابل این سوال بند اومده بود. این یک سوال بسیار معمولی بود، بدون پیچیدگی خاصی. اگر میدونی،
اگر نمیدونی. ولی صدای آمیو بیرون نمیومد. حتی دختر بچه 14 ساله‌ای مثل اون هم میدونست که زندگی نتیجه تصمیمات کوچیک و بزرگه. سوالی که پیش روی اون قرار داشت بزرگترین سوال زندگیش بود. بزرگترین تصمیمی که باید میگرفت. دقیقاً همین سوال ساده. هی، اسم منو میدونی؟ گلوی آمیو فشرده شد. شخص سوال کننده قصد گذاشتن همچین فشاری روی اون نداشت. حتی از سر مهربونیش بود که سوالش رو دوباره تکرار کرد. همچین لطفی مثل یک تناقض به نظر می رسید. یعنی جواب درست چیه؟ قلب آمیو با فکر کردن در مورد سوال و گیر کردن بین دو راهی دونستن یا ندونستن به درد اومده بود. هی، گفتم تو میدونی اسم من چیه؟ آمیو میدونست تا وقتی به این سوال جواب نده رها نمیشه، ولی صداش در نمیومد. اون وحشت داشت. رنگ از صورتش پریده بود، انگار که توی چند ثانیه چندین سال عمر کرده باشه. اگر اینطوری ادامه پیدا میکرد ممکن بود از فشار همین سوال ساده بمیره. هی، تو اسم منو میدونی؟ اگر جواب این سوال رو میداد بالاخره رها میشد. نه. که اینطور جواب کوتاهی بود. از اینجا به بعد سوال کننده تصمیم میگرفت. اگر زندگی نتیجه تصمیم ها باشه برای همه همینطوره. آمیو تصمیمش رو گرفت. حالا نوبت پرسنده سوال بود. دختر 14 ساله در سکوت منتظر تصمیم اون موند. اون به تنهایی در میون روستایی که هیچ کسی جز اون توش زنده باقی نمونده بود منتظر جواب اون بود. هی سوبارو، فکر نمی‌کنی وقت نهاره؟ مسیرمون طولانیه ولی یه استراحت کوچیکم نیاز داره نه؟ ببخشید امیلیاتان، خسته شدی؟ به هیچ وجه، کاملا سر حالم، ولی فقط نگران تو بودم سوبارو. تمام این مدت داشتی راه میرفتی. اگر خوبی که مشکلی نیست، ولی خب نه مشکلی نیست. منم شکمم داشت قار و قور میکرد. دارم از گشنگی میمیرم. شکمم داره میچسبه به پشتم. چه خطرناک، واقعا خطرناکه. که اینطور پس واقعا خطرناک به نظر میاد نه؟ دخترمون نقره‌ای دستش رو روی دهنش گذاشت و خندید. چهره اون زیباترین در دنیا بود و جنس صداش به مانند یک زنگ نقره‌ای. زیادی سر به سرش نذار گمونم. مهم نیست چقدر شکمت قارقور کنه، امکان نداره به پشت چسبیده باشه. در واقع اوخش. چیه؟ در واقع چهره نگران کننده ای داری؟ موضوع چیه؟ واقعا؟ خیلی ناز گفتی قار و قور. بازم بگو. واقعا که اینقدر رو چیزای عجیب تمرکز نکن. در واقع خب پس چطور از نگرانی امیلیاتان استفاده کنیم و بساط نهار رو پهن کنیم؟ فعلا بذارین خودی نشون بدم. درخواستی هست؟ خب از مایونز استفاده کن. هی ببین، فکر کنم رام دوباره مایونز درست کرده نه؟ البته باعث افتخار منه که به دستور امیلیاتان عمل کنم. خوشبختانه به لطف رام کلی داریم. اون بالاخره خوبی مایونز رو فهمید. حرفای احمقانه نزن. هی، سوبارو کنار جاده مشغول به کار شد. طولی نکشید که چشمهای صورتی رنگ به چهره غافلگیر شدش خیره شدن. سلام، حال احوال چرا انقدر یهویی؟ منو نخند. رام حداقل صبر کن حرفمو فقط تموم درست کردن کنم. مایونز کمک میکنه چون دستور کاریه. وگرنه فکر کردی رام به همچون چاشنی سفت و ترشی اعتماد میکنه؟ چندش آوره. اینجوری هم نیست. با سیب زمینی بخارپز عالی میشه. اجازه نمیدم به این طعم قشنگ بگی دروغ. خب همونطوری که میگی، خاطر عالی بودن سیب زمینیه که حتی چیزی مثل مایونز هم ارزش بهش اضافه میکنه. اینجوری نیست، برعکسه. نه حتی اینم نیست. انگار داری لجبازی میکنی. مگه نه آبجی جان؟ سوبارو آروم باش. من هم مایونز دوست دارم، هم سیب زمینی و هم مایونز روی سیب زمینی. به علاوه اینجا بیشتر به نظر میاد که رام نمیتونه با خودش رو راست باشه. امیلی هستم. بذار همینطوری افکار رام رو بیان نکنی. سن هدف رام با اینجوری صحبت کردن میاد پایین. شرمنده، ولی منظورت از سن هدف چیه؟ برای آبجی بزرگ متاسفم، ولی کلمات خداوندگاری امیلیاتان اولویت اصلی هستن. این شیوه عمل کرده گروهه. بگذریم. کی دلش میخواد نهار امروز کلی مایونز داشته باشه؟ یوهو هورا. البته که بیاکو هم مثل من کلی مایونز دوست داره. تو هم خوشحالی نه؟ ردش نمی کنم در واقع، ولی این حالت تعصبی که در موردش حرف میزنی رو مخت گمونم. عصبانیت بیتی به این راحتی از بین نمیره. راستش برای این یه غذای خوشمزه میخوام گمونم. هر چی تو بگی. ببخشید سوبارو، نمیتونم چندان کمکی بهت بکنم. نیازی نیست اینو بگی. الان وقت درخشش منه مگه نه؟ از یه طرف اگه حین نشون دادن مهارت‌های خلاقانم دوباره عاشقم بشی اصلا مشکلی نداره. خدایا خیلی نادونی. مسئول غذای امروز تویی؟ آنیسان این نگران کننده است. نگران کننده ها؟ چه نگرانی؟ اگه از این حرفو بزنی بهت غذا نمیدم. این ظلمی.
علاوه مگه تو نیستی که همین چیزو تو مایونز میخوابونی؟ من زیاد ازش خوشم نمیاد. چی؟ یعنی تو از جذابیت‌های مایونز چیزی نمیدونی؟ یه چیزی بزرگش نکن، انگار دنیا داره به آخر میرسه. حالا با این حال فکر میکنم زیادی جدیش گرفتی. خانم میلی فقط داشت میگفت که مثل تو فکر نمیکنه. تویی که سعی میکنی قاطی هر غذای مایونز رو بگنجونی. باید بگم با خانم میلی موافقم. با اینکه مایونز به خودی خود بد نیست، وقتی قاطی هر چیزی بکنیش جذابیتش رو از دست میده. باید مراقب این باشی، میدونی؟ چقدر آدم رو مخی هستی تو. موضوع بین من و میلی بود. اگه مزاحم نمیشدی خیلی بهتر بود. گمون میکنم نقش من به عنوان یکی از اعضای این گروه شامل سالم نگه داشتن محیط هم میشه. نادیده گرفتن اختلاف در نهایت نتیجه خوبی نداره. وظیفه منه که قبل از اینکه دیر بشه جلوش رو بگیرم. و با تمام اینها اینطوری واکنش نشون میدی؟ تو آدمی هستی که همیشه واسه هر چیزی که میگم یه جوابی داره، نه؟ امیلیا تان؟ مثل همیشه جولیوس و سوبارو دوسته خیلی خوبی هستن. امیلیا تان مدام اینو میگم ولی این یه کلماتی که سعی کرد به زبون بیاره منجمد شدن و لبهای سوبارو خشکش زد. در این لحظه حرکات امیلیا که گردنش رو کج کرده بود و جلوی چشمش داشت لبخند میزد به سکون در اومد. نه، فقط امیلیا نبود که ساکن شده بود. اطراف سوبارو همه کسانی که داشتن آشپزی میکردن متوقف شده بودن. کاملا خشکشون زده بود، انگار که کل زمان دنیا منتظر حرکت بعدی سوبارو باشه. ولی صدای باد، بوی چمن و آب در حال جوش خلاف این رو نشون میدادن. دنیا متوقف نشده بود، فقط امیلیا و بقیه بودن. انگار که سوبارو منتظر تصویرشون عقب افتادگی خودش رو جبران کنه، انگار منتظر دوباره ظاهر بشن. ولی این فقط امیلیا و بقیه بودن که متوقف شده بودن. استاد، رفته بودم جلوتر رو چک کنم. حضوری شفاف جهید و خودش رو با شور بغل سوبارو انداخت. به سلامتی بازگشته سریع شاولا. استاد لطفاً ازم تعریف کن و منو بغل کن و دوستم داشته باش. یک زن رعنا و زیبا با لبخندی که چهرش رو زیباتر می‌کرد این رو به سوبارو گفت. اون لباس‌های باز پوشیده بود و موهای بسته شده قهوه‌ای رنگ داشت. بدون ذره‌ای شرم بدن زنانش رو به نمایش گذاشته بود. این زن، شاولا، لبخندی بیخیال و شادمان روی صورتش داشت. هرچند سوبارو واکنش متفاوتی نشون داد. انتظارش میرفت. اون دقیقاً از مسیری اومده بود که امیلیا قبلش ایستاده بود و داشت لبخند میزد. پرش پر انرژی اون امیلیا را از بین برده بود و به این ترتیب باقی هم همراهش از بین رفتن. این اخم سوبارو رو در آورد. چی شده؟ استاد دوباره گن زدم؟ نه چیزی نیست، نگران نباش، اشتباهی نکردی. که اینطور؟ خب پس نگران نمیشم. میبینم که داری غذا درست میکنی. دارم از گشنگی میمیرم. با اینکه اون میتونست بدن شاولا رو، نرمی جهنمی اون رو مقابل شونه و بازوش حس کنه، سوبارو اونو پس زد. هی دستتو ازم بکش. استاد چقدر بدجنسی، ولی من ناامید نمیشم. دم اینجوری بهت حمله میکنم. هدف میگیرم و به قلب و روح و غرایز مردم استاد شلیک میکنم. بگی بزن وسطش. وسط آشپزی نپر دست کسی رو بگیر، باشه؟ اگه دستم میسوخت چی؟ اگه اینجوری میشد آرمون قسمت رو لیس میزدم، بدون رها کردنش شب و روز لیسش میزدم. اینجوری خوب نمیشد. شاولا اصرار کرد، دستهاش رو با انرژی بالا برد. سوبارو شونه‌هاش رو پایین انداخت و خندید. خب استاد الان خندیدی؟ اتفاق جالبی افتاد؟ چیزی که جالبه تویی، فقط تو. این یه پیشنهاد ازدواجه؟ چجوری به این نتیجه رسیدی؟ خب مگه گفتن تو زن جالبی هستی مثل یه حق قانونی برای عاشق شدن یه زن و مرد نیست؟ پس از گفتن این نباید ادامه میدادی و میگفتی زن من باش؟ واقعا از کجا اینا رو شنیدی؟ حتی جایی که من ازش اومدم هم همچین خبری نیست. مگه قرن بوقه؟ بگذاریم، چیزی که گفتی صرفاً غیر منتظره بود، جدید بود. واسه همین حرف زدن با تو همچین بد نیست، شکی به این ندارم. منظورش این نبود که حرف زدن با بقیه این مردم دردناکه، اما وقتی سوبارو با بقیه حرف میزد به طور طبیعی اغلب بهش یادآوری میشد که ناقصه و این دردناک بود. این تقصیر کسی نبود، خودشه که مقصره. کسی که تقصیر کاره همیشه منم. برای همین این یعنی این بار واقعا پیشنهاد ازدواجه؟ چی واسه خود؟ نه. ولی جایی که من داشتم زمانم رو تو خاکستر میگذروندم، تو بودی که بادی جدید رو زندگیم وزیدی. اینطوری بود.
این باعث نمیشه یه حق مطلق توی حق مطلق باشه؟ البته که نه. میشه بگی اینا رو از کجا شنیدی؟ بحثی که قصد داشت جدی باشه و خنده و مسخره بازی کشیده شد. نتیجه آشپزی سوبارو شد غذای برای اون و شاولا، نه برای افرادی که مدتی پیش داشتن از گفتگو لذت می‌بردن. با یادآوری دوباره این حقیقت، قلب سوبارو در عذابی ظالمانه تیر کشید. تکه 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 به شکل دادنش ادامه میداد. تکه 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 به قالب دادن شکلش ادامه میداد. تکه 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 به پر کردن رنگ ها ادامه میداد. تکه 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 وصله میزد و به تکمیل کردن خودش نزدیکتر میشد. اغلب به اون یادآوری میشد که موجود کاملی نیست و این آزارش میداد. واضحه که این طرز فکر سالمی نبود، ولی اگر توی شرایط اون قرار میگرفتی میتونستی حس روح خسته و پارش رو احساس کنی. شکی نبود که چارچوب ذهنی ناتسوکی سوباروی فعلی توی همچین وضعیتیه. استاد بعدش کجا میریم؟ درسته. فعلا بهتره به غرب بریم، نه؟ دنبال شهر میگردیم. اگر دنبال دوری از تمدن هستی میتونی به راست بپیچی، بعدش با سر از آبشار بزرگ سقوط کنی. حداقل امیدوارم. همچین پیشنهادی نکن خواهر بزرگه. حس خوبی بهم نمیده. من به رفتن به سمت غرب ادامه میدم، ولی تو چی کار میکنی؟ خب منم بدون وقفه دنبالت میام. از اونجایی که خیلی وقت از هم جدا شده بودیم سخته که حتی یه ثانیه هم ازت دوری کنم. لطفاً از منی که صبح به صبح حواسم بهت هست مراقبت کن. که صبح به صبح ها؟ چه وحشتناک. یعنی کل روز داری منو دید میزنی؟ حتی کل شب و روز. راستش واقعا درکت نمیکنم. میخوای تا ابد دنبال من بیای؟ البته مگه نشنیدی میگن تا هنگامی که مرگ جدایمان کند نمیتونم بذارم عشقی که حین دوری ایجاد شده بخشکه. میدونی دیگه هرچی هم بشم ولت نمیکنم. حتی کلی بچه‌م به دنیا میارم به اندازه تیم فوتبال. خواهشن همینجوری فکر و خیالات وحشتناک نکن. سوبارو دستش رو روی چشمش میذاره که نگاه روشن شاولا رو نبینه. توی دلش احساسات عمیقی داره که قابل درک نیستن. نمیتونست اسمش رو لاست زدن بذاره، ولی به عنوان یک مرد بد نبود. اگر شخصیتش رو فاکتور میگرفت، شاولا زن جذاب و زیبایی بود. با این حال نمیتونست به خودش اجازه بده با همچین تحریکاتی بلغزه، چون احساسات انسانی این شکلی فقط برای آدم‌ها خوبه. اون فعلی همچین توانایی نداشت. بهتره یکم با شعلا مهربون تر باشی. همیشه تلاشش رو میکنه. دلت نمیسوزه؟ حتی اگر امیلیا اینو بگه، فکر نمی‌کنی یکم ظالمانه است؟ و منو باش که فکر میکردم میدونم چه فکری در مورد امیلیا میکنه. گمونم. شاید. ببخشید. البته که منم تنهام، ولی اگر همیشه در موردش غر بزنی فایده نداره. هرچی نباشه من دیگه بخویش ولم کن. وا استاد چقدر خشن. تو که احتمالا ناتسوکی سوبارو نیستی، هستی؟ همونطور که فکر میکردم. ناتسوکی سان. نه؟ مدت زیادی گذشته. خب فراموش کردی؟ منم رژین سوون، برادر بزرگترم. آتو سوون برات کار میکنه. قبلا یه بار همو توی روستا دیدیم. رژین. اون آتو. یه جوری میگی اون آتو انگار نمیشناسیش. ببخشید شرمنده. یکم ذهنم درگیره، واسه همین بلافاصله یادم نیومد. یه همچین چیزی. نه این چه حرفیه؟ قطعاً که سرت خیلی شلوغه. آوازه ی انتخابات حتی به گوش منم رسیده. برادرم که دردسری براتون ایجاد نکرده. کرده؟ آتو دردسر درست کنه؟ چه حرفا؟ اون به هممون کمک‌های زیادی کرده. آره آتو خیلی بهمون کمک کرد. یه همچین چیزی. اگه اونجا نبود اوضاع خیلی به هم میریخت. که اینطور؟ پس خوبه. از اینا که بگذریم، اما ناتسوکی سان اینجا چیکار میکنید؟ توی جاده اصلی، حتی بدون یک کالسکه؟ حق با توه، یا بهتر بگم چجوری بگم، دوست دارم اگه بشه از کالسکه استفاده کنم، ولی کلی دلیل هست که نمیشه. و در مورد اینکه چی کار میکنم من فعلی وسط فکر کردن در مورد خودشه، یا همچین چیزی. یه سفر خودشناسی. سفر خودشناسی؟ درسته، سفر خودشناسی. حالت خوبه؟ مشکلی برای بدنت پیش اومده؟ حال جسمیم خوبه، جدی. اگه در مورد احساساتم میپرسی، در بدترین حالت ممکنه. ولی خب به لطف تو طاقت میارم.
خوشحال شدم که اینجا دیدمت. اوه، با اینکه واقعا وضعیتت رو نمیدونم، ولی بهتره با من به روستا بیای. میتونیم توی کلینیک من در موردش حرف بزنیم. بهتره استراحت کنی. مگه تو دکتری؟ با اینکه بیمارانم اژدهایان زمینی و حیواناتن، ولی دکترم. اینم فراموش کردی؟ فراموش؟ درسته، فراموش کرده بودم. ناتسکی-سان؟ اگر واقعا فراموش کرده بود انقدر حس نقص و جدایی نمی کرد. روستات نزدیکه، قبلا اومده بودم. البته قدیما یه مشکلی پیش اومده بود. تو و برادرم و اون یکی یارو با هم اومدین. که اینطور. ممنون. جوری که تو داداشت حرف میزنین خیلی شبیه همه. ها؟ تو آدم خوبی هستی. به نظر میاد داداشت هم آدم خوبیه. به نظر میرسه که دیدارشون قرار نیست لذت بخش باشه. شاولا، حاضر چی شده استاد؟ بهش صدمه نزن. هی متاسفم. این عذرخواهی واضح بود. رجین نفهمید. چرا که قبل از اینکه بتونه درک کنه سرش با پرتویی از نور تبخیر شده. بدن بی سرش توی جاده افتاد بدون درد و ناله. زخمش سوخته بود و حتی خون بیرون نمی اومد. انقدری ضربش کاری بود که سوبارو ناخواسته دلش میخواست تشویقش کنه. مهم نیست چند بار میبینمش، هر بار بازم با شکوهه. تکنیشیه که وقتی از بالای برج جونوره سایره رو اسنایپ میکردم میکمون رسوندمش تو 400 سال هیچ کار دیگه نداشتم انجام بدم. حالا که فکرشو میکنم این روزا برای دوشیزه جوان توی برج خاک سری حساب میشن نه؟ تو 400 سال عمر داری و با خودت میگی دوشیزه جوان. هی منظوری نداشتم، دفاع از خود بود. عادت ماشین کشتارم از بین نمیرن. عصبی نیستم ولی دیگه کالسکه گیرمون نمیاد که قراره از شر پیاده روی خلاص شیم. خب مگه همیشه نمیگم حتی اگه ضروری نباشه حاضرم تو رو کول کنم و وقتی این کار بکنم برام مهم نیست چه جای عجیبی رو میگیری. چطوره؟ یه جوری میگی انگار بعدش قراره ازم پول بگیری. فعلا کالسکه و اژدها و جسد رو ببر یه توی جنگل قایم کن. من میرم روستایی که گفت. میدونی که کجا پیدام کنی. آب خوردنی باید مخفیشون کنم که پیدا نشن. درسته؟ اگه تا مدتی کسی پیداشون نکنه خوبه، مثلا 2-3 روز. خب حالا چند نفر توی روستا ناتسوکی سوبارو رو میشناختن. اون با هدف راه میرفت. اگه حداقل بتونم ناتسوکی سوباروی واقعی رو پس بگیرم همه چیز درست میشه. یعنی پس گرفتنش تأثیری هم داره. به همین دلیل بود که ناتسوکی سوبارو تصمیماتی رو گرفت که ناتسوکی سوبارو نمیتونست بگیره. هیچ وقت بهش عادت نمی کنم. استاد حالش خوبه؟ آره خوبم. کتاب بعدی رو پیدا کردی؟ بذار ببینم. خیلی سخته، اصلا تو همچین کارهای خوب نیستم. میدونم ولی کسی دیگه به جز تو نمیتونه کمکم کنه. خوب میشد اگه میگفتی فقط منم. فعلا کسی که روش حساب میکنم فقط تویی شاولا. اینجا یه چیزی به نظر نمیومد اون ناتسوکی سوبارو رو بشناسه. هی، مهم نیست چطور نگاه کنی. اینطور نیست. مگه نه ناتسکی-سان؟ شرمنده. با اینکه خاطراتتو دزدیدم رابطه نزدیکی نیست و نمیشه بازسازیش کرد. فکر نکنم بشه زیاد به توجه کنم. ببخشید. در هر صورت چاره ای جز قبول کردن مرگ وجود نداره. به علاوه اگه به هدفت برسی همه چیز به حالت قبل برمیگرده نه؟ بیا امیدوار باشیم. خیلی تحملت بالاستا. واقعا شرمنده. بهت مدیونم. وقتی همه چیز درست شد جبران میکنم. اینم 23. کتابخونه ممنوعه بتی هم بزرگ بود، نه به این اندازه. گمونم. موافقم. به نظر غیر ممکن میاد که توی همچین جایی کتابی پیدا کنی. باید با دقت و حوصله بگردی. اگر کورکورانه عمل کنی فقط خودت رو خسته میکنی. من وقت ندارم بشینم و هیچ کاری نکنم. باید به سرعت یه راه پیدا کنم. اگر بهش نرسی چی؟ اگر یکم عجله کنی چیزی عوض میشه. عوض میشه. همه چیز عوض میشه. اگر کتابای اون آدم ها رو بخونی چیزی که میخوای به حقیقت میپیونده؟ امیلیاتان البته که میکنه.
از وقتی یادم رفته واسه همه دردسر درست کردم. تنها راهیه که میتونم همه چیزو پس بگیرم. اصلا به این فکرم نکردم. این به اندازه کافی خوب نیست. محض رضای خدا اینجوری نگو. مهم نیست چی بشه، من ناتسوکی سوبارو رو برمیگردونم و بعدش دوباره میبینمتون. دوباره شما رو میبینم و از اول شروع میکنم. بعد از دست دادن همه چیزه که همه چیز مهم میشه. امیلیا با چشمانی بی احساس به سوبارو خیره شد. اون چی فکر میکرد؟ چی حس میکرد؟ چجوری سوباروی فعلی رو برداشت میکرد؟ استاد کتابو یافتم، تشویقم کن، بگو آفرین. خوب بود. آفرین شالا. چند وقته که ناتسوکی سوبارو درون تو خوابیده. اطلاعات پرت و پلا و بدون انسجامم خوبه. همه رو جمع میکنم و به شکل اصلیشون نزدیک میکنم. اون میتونست نظر بقیه رو جمع آوری کنه. هرچی نباشه این نظراتن که آدمو میسازن. همه این افراد قربانیانی بودن برای پس گرفتن ناتسوکی سوبارو. اگر اون برگرده، اگر بتونه، اگه تو باشی، میدونم از هر چیزی که ممکنه مراقبت میکنی. اون خاطراتش رو میخواست چون اون قدرت توی ناتسوکی سوبارو بود. چون اون قدرت نجاتم میده. رود حساب میکنم ناتسوکی سوبارو. اگر یه قهرمانی پس نجاتم بده. تکه 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 به شکل دادنش ادامه میداد. تکه 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 به قالب دادن شکلش ادامه میداد. تکه 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 به پر کردن رنگ‌ها ادامه میداد. تکه 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 وصله میزد و به تکمیل کردن خودش نزدیک میشد. قتل تبدیل به عادت میشه. این یکی از عباراتیه که کاراگاه مشهور هرکول پوآرو برای دنیا به جا گذاشت. معنای این جمله به کسی اشاره نمی‌کرد که یک بار انسانی رو کشته و سپس به طور ناگهانی به قتل علاقه پیدا کرده و اون عمل رو برای ارضای نیازهاش تکرار کرده باشه، بلکه به کسی اشاره می‌کرد که یک بار مشکلش رو با قتل حل کرده و برای اون هر وقت مشکل دیگه‌ای پیش میومد دوباره به این فکر می‌کرد که آیا میتونه این مشکل رو با قتل حل کنه یا نه. قتل تبدیل به عادت میشه. اما اگر قتل واقعاً به حل مشکل منجر میشد، آیا میشد گفت که این نتیجه تبدیل شدن قتل به عادته؟ وضعیت جوری نبود که قتل به عنوان یک گزینه به عادت تبدیل شده باشه، بلکه طوری بود که هیچ گزینه دیگه‌ای جز قتل وجود نداشت. شاید حتی دیگه گفتن اینکه قتل عادت شده ممکن نبود. عادت میشه. لعنت به هرکول پوآرو. کارگاه‌های خیالی نباید اینطوری متکبرانه صحبت کنن. چطور میتونست طوری حرف بزنه که انگار همه چی رو درک کرده؟ دلایل پشت هر موقعیت، پشت هر اتفاق، در لایه‌های متعددی از پیچیدگی‌ها گره خوردن. چرا این مسئله رو نادیده گرفته و با چنین کلماتی اونا رو ساده و بی اهمیت جلوه میده؟ قتل عادت میشه. قتل. این تنها راه حل بود وقتی هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشت. این منطقی ترین راه حل بود وقتی هیچ راه دیگه‌ای برای رسیدن به جواب درست وجود نداشت. به همین دلیل دیگه نمیشد گفت که قتل تبدیل به عادت میشه، بلکه فقط قتل میشه جواب. بله درسته. البته که همینطوره. پاسخ درست همین بود. فقط همین میتونست بن‌بست ناامیدی رو بشکنه. آخرین چاره همین بود. سوبارو همیشه به من کمک میکنه. مطمئنم یه جوابی پیدا میکنی. شوالیه خوب من. اگه سوبارو نبود بیتی همچنان تو اون کتابخونه ممنوعی تنها مونده بود. بگمونم. خب بارز زمانبندی خوبی داره. حتی منم به این اعتراف میکنم. اگه اونیسان این آزاردهنده نبود مطمئنم کارشو خراب نمیکرد. سوبارو، با اینکه ممکنه ندونی ولی منم توسط تو نجات داده شدم. وجودت برای من مسیری از امید بود. میدونم همگی ناتسوکی سوبارو رو خیلی دوست دارین. میدونم به ناتسوکی سوبارو اهمیت میدین. میدونم ناتسوکی سوبارویی که شما رو نجات داد سوپرمن بود. میدونم همه کارهایی که ناتسوکی سوبارویی که شما رو نجات داده بود کرده نابود شده. واسه همینه که میخوام برش گردونم. حداقل اگر بتونم برش گردونم. اگه بشه برگرده. اگه بتونم همه چیز خوب میشه. همه چیز درست میشه. باید ادامه بدم. ناتسوکی سوبارو روانی شده. اون امیلیا، جولیوس و هر کسی که باهاش بود و کشته. من به زحمت تونستم فرار کنم و خودم رو به اینجا برسونم. همه حضار اخم کردن. میدونم باورش سخته. منم دلم نمیخواد باور کنم، ولی باید یه فکری در موردش بکنیم. آناستازیا ساما، حتی اگه اینو بگین فکر نکنم. من و کیدنام، آنا هنوز توی بدنش خوابه. با اینکه این وضعیتش شاید براش بهتر باشه. به نظر داستان باور نکردنی میاد.
گروهی که به شرق فرستاده شده بود در واقع یکی از اعضاش، ناتسوکی سوبارو، شخص خودش امید اونها بود. حتی اگه باور نکنی حقیقته. اون شخص قبلی نیست. حافظش رو از دست داده و میخواد برش گردونه. بدترین راه ممکن رو هم برای این کار انتخاب کرده. بدترین راه چیه؟ کتاب مردگان. توشون خاطرات شخص وجود داره. کتابا رو میشه خوند و فهمید. متاسفانه از اونجایی که خودم نخوندم نمیدونم تا چه حد قدرت دارن. فکر نکنم تنها کار ناتسوکی باشه. اگه بخواد کتاب‌ها رو بخونه چیکار میکنه؟ تو باور میکنی؟ آره، فکر نمی‌کنم دلیلی برای دروغ گفتن وجود داشته باشه. در واقع حتما یه اتفاق غیر منتظری افتاده که آناستازیوس ما مجبور شده تنها برگرده. درسته، ولی منم نمیخوام همچین چیزی رو باور کنم. درسته. فراموشیش باعث شد عوض شه. ولی اگه خودش می بود، امیلیا و جولیوس راحت از پسش برمی اومدن. چیزی که مزاحمت ایجاد کرد کسی که کمکش میکنه. شاولا. این اسم اون حکیمه نیست که مثلا مراقب برجه؟ اون یارو برای سر کاپیتان آورده. نه، گیج کننده است. متاسفم ولی نمیشه صبر کرد. شاولا نگهبان برج بود. با توجه به چیزی که گفت، حکیم استاد اون بوده، نه خود اون. سوالات زیادی دارم، ولی محض اطمینان. شاولو و سوبارو همکاری میکنه؟ غیر منتظره بود که قهرمان شهر آبی، بریستلا، کسی که میخواست از اسقف‌های گناه نجاتشون بده، با کمک قهرمان باستانی اینجوری شده بود. کابوسی درونه یک کابوس. آره، به خاطر انتقام نبود که این خبر رو آوردم. من دیگه خسته شدم. ممکنه که من از اون پسر متنفر باشم و اونم از من، ولی اگه اون فقط یه بچه معمولی باشه که ناامیدانه دنبال راه چارشه، بازم من دیگه بریدم. من این صحنه رو ترک میکنم. نمیتونم آنها رو به همچین دنیای کثیفی برگردونم. ما اشتباهات غیر قابل جبرانی مرتکب شدیم. امیدوارم که جنگ موفقی داشته باشید. لطفاً مراقب باشید. اکیدنا نمیتونست به سادگی نگرش ریکاردو رو به عنوان یک لجبازی کنار بذاره. اونم به طور جدی دوستش از کسایی که میخواد محافظت کنه. نمیتونست از کسایی که براش اهمیت داشتن دست بکشه. قضاوت بی‌معنی بودن تلاش‌های اون پیش از آغاز هر چیزی بی‌رحمانه‌ترین کار ممکن بود. حتی نمیدونم آنا از این دیدگاه خوشحال میشه یا نه. اگر سرزنشم کنه خب باشه. اصلا چطور میتونم بدون اینکه مطمئن بشم تسلیم بشم؟ من این کار رو میکنم چون من پدرخوانده موقتی آنابو هستم. آیا کسی که دخترش رو رها میکنه میتونه پدر خطاب بشه؟ مهم نیست بقیه چی میگن، من هرگز تسلیم نمیشم. توی این حرف قاطعانه اون هیچ نشونه‌ای از طعنه وجود نداشت. با این حال آگاهی کامل از ضعف‌های خودش باعث شد که این حرف‌ها مثل خنجری توی دل اکیدنا فرو بره. در نتیجه اکیدنا با تحسین قدرت ریکاردو لبخندی خشک به لبانش جاری کرد و سپس ریکاردو، تو واقعاً؟ اکیدنا قصد داشت جمله‌اش رو با گفتن قوی هستی نه ادامه بده، یا حداقل اگر زمان کافی می داشت شاید می‌خواست بپرسه که آیا ممکنه که خودش هم به چنین قدرتی دست پیدا کنه یا نه. اما زمانی برای این کار نبود. احساسی شبیه لرزش زیر پاش رو تکون داد و در یک لحظه اکیدنا دید که ریکاردو دستش رو دراز کرد. بازوی ضخیم و قلاب مانندش اکیدنا رو از گردنش گرفت و پاهای اون رو از زمین بلند کرد. ریکاردو که اونو بالا گرفته بود به اکیدنا این فرصت رو داد که ببینه چه اتفاقی داره میفته و این آخرین چیزی بود که اون دید. لحظه‌ای بعد سیلابی عظیم با نیروی فوق‌العاده به سمت اونها هجوم آورد. اکیدنا، ریکاردو و شهر رو در بر گرفت و سپس همه چیز رو به طور کامل شست. سیلابی که فرقه جادوگر باعثش شده بود دوباره به شهر دروازه‌های آبی که قبلا از فاجعه نجات یافته بود حمله کرد. سوبارو به ویرانی شهری که توسط سیلاب نابود شده بود نگاه می‌کرد. شهر به شکلی طراحی شده بود که مانند هاون آب رو به دام مینداخت و هیچ راه فراری باقی نمیگذاشت. این طرح برای مبارزه با جادوگران و هیولاها استفاده شده بود و حالا مردم شهر رو نیز قربانی کرده. پترا گزارشی از وضعیت بهش ارائه میده. به نظر میرسه که شاولو کارش رو درست انجام داده. 4 برج کنترلی فعال شدن و به احتمال زیاد هیچکس فرار نکرده. شاید حتی توی پناهگاه هم همینطور باشه. سوارو به پترا میگه که متاسفه که مجبور شده این گزارش دردناک رو گوش بده. فردریکا اشاره میکنه که اگر انقدر احساساتی میشه چرا باید این کار رو شروع میکرد؟ هنوزم ناپخته است. سوارو که با سیلی از انتقادات مواجه شده بود سری تکون داد و گفت هر طور که هست باید ادامه بدیم. برنامه همونه. باید اول خطرناکترین دشمن رو هدف بگیریم. در همین حین ذهنش مشغول گام بعدی بود. سوارو که خودش رو در تردید و پشیمونی میدید تصمیم گرفت تا مسیر خودش رو به پایان برسونه، حتی اگر به قیمت سنگینی تموم بشه. تکه 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 به شکل دادنش ادامه میداد. تکه 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 به قالب دادن شکلش ادامه میداد.
وصله میزد. به پر کردن رنگ ها ادامه میداد. تکه 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 وصله میزد و به تکمیل کردن خودش نزدیکتر میشد. دادا تو خوبی؟ آبا توف کن بیرون. گندش بزنن. یهو چی شد؟ دروازه ها باز شده. شهرزیر آب فرو رفته. با اینکه سخت تلاش کردیم جلوی فرقه ساحره رو بگیریم، همش هیچ و پوچ شد. همه چیز رفته زیر آب. فقط این نیست. میخوام حرف سختی بزنم. گارفیل، لطفاً پاشو. باید مثل دفعه پیش با این وضعیت مقابله کنیم. ولی مگه اگه اینجا بشینیم و هیچ کاری نکنیم چی میشه؟ نه ناتسکی-سان و نه میلیاسا هیچ کدوم اینجا نیستن. لطفاً پاشو گارفیل. فقط ما موندیم. باید دنبال بازمانده ها بگردیم. اگه حمله توسط دشمن باشه به هر نیرویی که ممکنه نیاز داریم. دادا تو از کجا اومد؟ از اونجا؟ اوضاع داره بد میشه. فرار کن و مخفی شو. خودمون ترتیب این حرومی رو میدیم. اگه نزدیک بشی نمیمیری؟ راه دیگه ای نداریم. مگه فقط ما نموندیم؟ حق با توه گارفیل. گارفیل کاپیتان تو دیگه کدوم خری هستی؟ گرفتمت. تادا. حیفه، ولی حتی موشم وقتی زیاد خیس بخوره غرق میشه. ظاهراً اون کسی که باهاش صحبت میکردی ناپدید شده. اصلا قابل شناسایی نیستی ناتسکی-سان. چه اینطور؟ اگه منو میگی والا خودمم خوب خودمو درک نمیکنم. ولی به آینه نگاه کنی میفهمی. آره، حافظت رو از دست دادی. واسه همین خودتو درک نمی کنی؟ شاید اگه میتونستم از هر نظر متفاوت باشم خب مطمئناً بیخیال میشدم، ولی خب تو حتی اگه نگیم خودم میدونم. اسم من ناتسوکی سوباروه. داغونتر از چیزی که بشه وصف کرد. در موردت زیاد شنیدم. شهرت خوبی داری. بالاخره همدیگر رو دیدیم آتو. گفته شد اون فرد که ظاهر ناتسوکی سوبارو رو داشت اما کاملا متفاوت از کسی بود که آتو میشناخت. خندید. چشم بینور چپش مه‌آلود شده بود و موهاش به دلایلی که خدا میدونه کاملا سفید شده بودن. با لبخندی از گوش تا گوش، انگار کمی عقلش رو از دست داده باشه، ناتسوکی سوبارو همچنان میخندید. تکه 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 به شکل دادن خودش ادامه میداد. تکه 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 به قالب دادن خودش ادامه میداد. تکه 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 جای رنگ ها رو پر میکرد. تکه 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 وصله میزد و خودش رو به کامل شدن نزدیکتر میکرد. راستش خیلی داره بهم سخت میگذره. منظورت چیه؟ مگه نشنیدی حافظم از دست دادم، با کله خراب راه افتادم آشوب به پا کردن. خلاصش اینه. شنیدم. حتی شنیدم میخوای حافظت رو برگردونی. یادم نمیاد اینو گفته باشم، ولی حدس خوبیه. هرچی نباشه تک تکتون خیلی خوبین. تنها شخص بی مصرف و به درد نخور من. میشه بپرسم چه بلایی سر چشمت اومده؟ چشمم یکم تاره ولی خبری نیست. هرچند ممکنه سرمو زیادی محکم کوبیده باشم به جایی. موهامم نمیدونم چرا اینجوری شدن. خنده داره واقعا. ها واقعا خنده داره. حالا راضی شدی؟ حتی نزدیکشم نیستم. راه زیادی تا راضی شدن مونده. انقدر دوره که افسردگی گرفتم. خیلی مشتاق اولین دیدار مجددمون بودم. میدونم که تو یکی از اون عوضی‌هایی که هر چقدر بیشتر بهت وقت بدم خطرناکتر میشی. شرمنده ولی اینجا تا خطه. اولین دیدار لفظ عجیبیه، ولی هدف تو شکست نخورد؟ ها؟ حرکت موثری بود. همه رو یه جا جمع کردی و کشتی. کلاهمو برات بر میدارم. این بخشی از نقشت بود، نه؟ فرار کردن اکیدونا، جمع کردن همه و گزارش دادن. میدونستی اینجا جمع میشی. باعث افتخارمه که ازم تعریف میکنی. راستش اول شانسی فرار کرد ولی بعدش فهمیدم ممکنه به درد بخوره. نمیخواستم دنبالش برم. که اینطور؟ اگه اینقدر آینده نگر بودی تعجب میکردم. هرچند تعجبی نداره کسی که حافظش از دست داده هیله‌گر بشه، ولی در نهایت آخر بازی رو گند زدی. من؟ گند زدم؟ منظور؟ هنوز نمیفهمم. منظوری ندارم. فرصت واسه حمله این شکلی زیاد پیش نمیاد. اگه جدی بودی باید کاری که شروع کردی رو تموم میکردی. کاری که شروع کردم؟ فکر کردی راینهارت بهت اجازه میده؟ اون بزرگترین تهدیدته. از الان به بعد باید مراقب باشی. قرار نیست شانس دومی گیرت بیاد. پس لحظه که تومه رو گرفتم نباید ول میکردم؟ اینو داری میگی؟ البته دقیقاً همینو میگم. تو باید
این تو یا تو که اشتباه فهمیده. من دنبال راینهارت نبودم. هرچند اگه میمرد خوشحال میشدم، ولی خوشخیالی همچین معجزه‌ای رو نداشتم. اگه قرار باشه بکشمش باید دنبال راه خوبی بگردم. شاید ضعیفش کنم، غافلگیرش کنم، تله بذارم. شاید حتی گروگان گرفتم. البته اگر نیاز باشه بکشمش، فعلا اولویتش پایینه. پس سیل راه انداختن فقط واسه یه جا کشتن مردمی که میشناسنت بود؟ مطمئنم تعداد تویی آتو. این نقشه برای اطمینان از این بود که تو میمیری. هر کسی دیگه که بمیره شیرینی اضافه است. چرا انقدر مهمی؟ به خاطر احتیاط به شدت بالایی که نسبت بهت دارم. چرا من؟ حتی اینکه گارفیل رو کنار داشته باشیم توی نقشه‌ام حساب کرده بودم. محض اطلاعات هیچ کدوم از اینا به فکر خودم نرسیده بود. هر چی نباشه به افکارم اعتمادی ندارم. فقط با استخراج دانش بیخودی که تو مغزم بود به این نتیجه رسیدم. باهاشون مشورت کردم. مگه نه؟ چه کسی درد سرسازترین آدمیه که منو میشناسه؟ معلومه، آتو. کی مشکل سازترین کسیه که منو میشناسه؟ گمونم آتو. کی مشکل سازترین کسیه که منو میشناسه؟ میشه آتو، مگه نه؟ چه درد سری. جوابشون مشترکه. حتی اگه گارفیل هم بهشون ملحق میشد اونم همینو میگفت. معلومه با کی حرف میزنی؟ و خریدن بیفایده است. غرق کردن شهر واسه کشتن تو بود. نمیتونی راه فراری پیدا کنی. دست کمت نمیگیرم. هیچ کس جز خودمو دست کم نمیگیرم. همتون ماهری. واسه همین بدون خطر کردن باید بکشمتون. تو استاد بالاخره تموم شد. خیلی لجباز بود. انقدر دل رودش رو ریختم بیرون و هنوز زنده مونده بود که فکر کردم نکنه نامیراست. چقدر طولش دادی؟ تمومش کردی؟ حتی سرش رو ترکوندم. شاید به جز استاد هر انسان دیگه که سرش بهتره که میمیره، نه؟ نمیدونم چرا منو حساب نکردی. منم سرم بهتر که میمیرم. خب هر روز چیزای جدید در موردت یاد میگیرم. ممنونم شاولا. و حالا فقط کافیه کار اینو تموم کنم. نه واقعا نیاز به این همه زحمت بود؟ قدرت فقط به زور بازو نیست. باورم نمیشه ارزشمند قلمداد شدن اینجوری باعث نابودی میشه. این بدترینه. ارزش؟ اشتباه نکن. تو همیشه ارزشمندترین عضو کل کمپ بودی یا تو. گه نخور متقلب. تکه 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 به شکل دادن به خودش ادامه میداد. تکه 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 وصله میزد، وصله میزد، وصله میزد، وصله میزد. اینجا آخر خطه. دلم میخواد از تو هم عذرخواهی کنم. سوبارو. که اینطور تو عادی نیستی. سوبارو اینا کار توه. آتو، گارفیل و من دستور مرگشون رو دادم. اگه این منظورت آره. فقط اونا نیستن، کل شهر رو به خاک و خون کشیدم. همش کار منه. چرا این کارو میکنی؟ تو رفته بودی مردم شهر رو نجات بدی. به برج نه؟ میدونم، خوب میدونم. مثل همیشه تجربه‌ام ازش ناقصه، ولی یه جوری خلاصه داستانشو خوندم. فرقه ساحر نقششون پر از حفره است. گمونم میرن داخل و تصور شکست خوردنم نمیکنن. واسه همینه که با نقشه‌های احمقانه پیش میرن. بدون آمادگی با تو مقابله نمیکنم. باید یه راهی پیدا کنم که بتونم شکستت بدم. باید باهاشون مشورت کنم. مشورت؟ کسی که گولت زده دختریه که کنار ایستاده؟ من استاد گول بزنم؟ اگه انقدر هوش‌بر بودم خیلی وقت پیش انجامش میدادم. ولی اینکه استاد اصلا تسلیم پیشنهادات من نمیشه خیلی جذابه. اون یه زیر دسته. مغز گول زدن منو نداره. در واقع کسی گولم نزده. اگه مجبور باشم بگم کار یه صدایی از درونمه. صدایی از درونت؟ شیر خفته درونم آماده رهایی و دریدنه. هی حالا این یکی خیلی شبیه رید میمونه. ترسناک نیست؟ البته خیلی وحشتناکه. به خاطر اینه که اون از نوادگان ریده. نواده؟ بچه هاش و بچه اونا و همینجوری بگی برو تو تهش. امکان نداره به اون ربط داشته باشه، نه؟ کسی اینو بهم نگفت. شرمنده، ولی بهتر این اعمال وحشیانه همینجا تموم بشه. اگر این کار رو بکنم دوستیم با تو رو اثبات کردم. با وجود خاطرات خوشمون حرفای غم انگیز میزنی. ما یه عروسی رو آوردیم پایین. خب با اینکه من بودم که مجبورت کردم اینو بگی. میدونی امیلیا خیلی خوشحال شده بود. سوبارو بسته، فقط تمومش کن. به تو هم برای تیکه آخر ناتوی سوبارو نیاز دارم. واسه همین یه روز برمیگردم بکشمت. ولی نه الان، نه امروز. یه فردایی میاد. تو اونقدری که فکر میکنی قادر مطلق یا ابر انسان نیستی. به همین دلیل من تو رو مطلقاً خواهم کشت، راینهارت. وصله میزد، وصله میزد، وصله میزد، وصله میزد، وصله میزد. تو
از این کارت راضی هستی؟ این کاملت میکنه؟ چی توی چشمات منعکس شده؟ درک نمیکنم. سوبارو. گمونم اون دختره رو راینهارت پیدا کرده نه؟ اون تنها باز مونده بود. همچین بچه‌ای راینهارت رو ببینه ولش نمیکنه. نمیتونه دنبال ما بیاد. چه هیله‌گر. هرچند جای من نیست اینو بگم. درسته، کاپیتان و تو همچین نقاطی این سیم نصف شده میمونن. ولی خیلی خوبه که تهش دوباره جمع شدیم. اینطور نیست، همش به لطف زحمات سوبارو. وقتی اینجوری میگی دلم میخواد بابتش بهم پاداش بدی، ولی خب نمیتونم بذارم قرایزم به جای من معصوم صحبت کنم. چندش. بی خیال، من حتی نگفتمش. ازم تعریف کن که تونستم خواسته های کثیفمو به زبون نیارم. من تعریف از تو ترجیح میدم تو جهنم بسوزم. در این حد حتی منم از اینجا میتونم ببینم که اوضاع چقدر خرابه. در واقع یادم اومد. اگه بتونم ناتسوکی سوبارو رو پس بگیرم و همه چیز رو به حالت قبل برگردونم، اون وقت بالاخره میتونم زمان بذارم و برای هر کسی که کشتمش جبران کنم. تکه 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 به شکل دادنش ادامه میداد. تکه 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 به قالب دادن شکلش ادامه میداد. تکه 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 به پر کردن رنگ ها ادامه میداد. تکه 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 وصله میزد و به تکمیل کردن خودش نزدیکتر میشد. به کامل کردن خودش نزدیکتر میشد. و اگر این بار تیکه ها کامل میشدن، اگر این تیکه ها میتونستن به شکل اصلی کنار همدیگه قرار بگیرن، پس مطمئناً هیچ شکی نبود که میتونست همه چیز رو از اول شروع کنه. ناتسوکی سوبارو توانایی بازنویسی سرنوشت رو داره. این نتیجه گیری ناتسوکی سوبارو بود. اون میتونست زندگی همه رو پس بگیره. اگر اون ناتسوکی سوبارو بود، از پسش برمی اومد. چون که ناتسوکی سوبارو شوالیه گران قدر من، شریک بتی گمونم. کسی که زمان بندی شالیه. همینطور همه یک به یک انتظاراتشون رو از اون لیست کردن. با اینکه غیر ممکنه، اگر تو باشی سوبارو میتونی انجامش بدی نه؟ البته نه، قطعا انجامش میدم، مگه نه؟ شاولا خیلی تنها به نظر میاد. این وحشتناک سوبارو، خیلی دردناک به نظر میاد. اینطور نیست؟ اون بهونه نیار، همه ما تلاشمون رو میکنیم، ولی کسی که بعد از سوبارو بیشترین تلاشش رو میکنه شاولاست. پس خوب مراقبش باش. قول بده. قول میدم. عالیه، پس بعداً میبینمه. شاولا بیا اینجا. چه خبر استاد؟ بالاخره حرف زدن با خودت تموم شد؟ اینجوری نگو، یه جوری میگه انگار روانیه. ببخشید. شاولا آخرش دوست داری چی کار کنی؟ منظورت چیه؟ منظوری ندارم. میدونی که هدفم چیه نه؟ من همه رو میکشم و کتابشون رو میخونم. اگه همه رو بکشم تو میشی آخرین نفر. بعدش کتابتو میخونم و با این حال همراهی میکنی؟ شاولا نگران من شدی؟ چون دوستم داری؟ شوخی نکن، جدی میگم. من شوخی نمی کنم. دوست داشته شدن توسط تو معنای زندگی منه. واسه همین چیزی مهمتر از این نیست. اگه استاد به من عشق بورزه، من هم توی هر مسیری همراهیش میکنم. زندگی من در اختیارته. تا جای ممکن ازم استفاده کن. این چیزیه که من میخوام. حتی اگه پایانش تلخ باشه، من همراهتم. در عوض میخوام منو دوست داشته باشی. میخوام اگه مردم برام گریه کنی. چون من جدی با همین راضی میشم. چرا اینجوری به من متعهدی؟ چون من ناتسوکی سوبارو هم؟ دلیلش این نیست. استاده. این مهمترین نکته برای منه. استاده. بقیهش برام مهم نیست. من عاشق تمایل به عشقم تا بشه کسی که میخوام دوست داشته باشم و دوست داشته باشم. اگه اون شخص من جواب دوست داشتنم رو بده عالی میشه. حرف عجیبی میزنم. میتونی هر کاری میخوای بکنی. پس زود بیا اینجا. اگر میتونم هر کاری میخوام بکنم، پس یعنی عصبانی نمیشی اگر از دست ببوزیمشم نه؟ اگه کل وزنتو نندازی روم، نه اصلا. استاد عاشقتم. این نهایت عشقه. چه اینطور؟ ولی من عاشقت نیستم. چه سنگدل. ولی وقتی راینهارت رو بکشی تو رو آخر سر میکشم. من که ناتسوکی سوبارو نیستم تو رو در آخر میکشم. این کاریه که برات انجام میدم. اینو بهت قول میدم. استاد واقعا؟ من آخرین نفرم؟ یعنی من میشم آخرین زن استاد؟ اینجوری که میگی باعث میشه بخوام بزنم زیر قولم. نه،
قول دادی. قول. شوخی میکنم. شوخی؟ کجا شوخی بود؟ استاد. تکه تکه به شکل دادنش ادامه میداد. تکه تکه به قالب دادنش شکلش ادامه میداد. تکه تکه به پر کردن رنگ ها ادامه میداد. تکه تکه وصله میزد و به تکمیل کردن خودش نزدیکتر میشد. تکه تکه دیگه اونقدر زیاد شده بود که باید بیش از حد به هم دیگه وصله میخورد. حتی اگه اون تیکه ها رو جوری کنار هم میچید که شکل اصلیش قابل شناسایی نباشه، هنوزم میتونست یه شکل جدید بسازه. تکه تکه کنار هم گذاشتن، تکه وصله زدن و تکه ادامه دادن به زندگی. تا روزی که مرگش فرا برسه، اون همچنان به تکه کنار هم گذاشتن و تکه وصله زدن ادامه میده و زندگی میکنه. تکه ساختن زندگی در دنیای دیگر از صفر. پایان.